خداوند متعال به ملائکه امر کرد و فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. هنگامی که او را نظام بخشیدم و از روح خودم در او دمیدم بر او سجده کنید. پس سجده ملائکه به آدم سجده به آدم نبود، بلکه سجده به خود خدایی بود که در درون آدم قرار گرفته بود. و شما باید بدانید که این روح بعد از آدم بالا نرفت و بعد از آن به پیامبر بعدی منتقل گشت. خب بعد از آدم این روح در درون چه کسی رفت؟ مردم از کجا بدونن این روح در درون کدام یک از فرزندان آدم قرار گرفته؟ لذا خداوند قانونی رو وضع کرد که از طریق این قانون به مردم اطلاع میده که روح بعد از آدم به کدام یک از فرزندان آدم منتقل میشه. همانطور که میدانید آدم علیه السلام به 6 نبی وصیت کرد. پس وصیت یکی از راه‌هایی است که میتونیم تشخیص بدیم روح مقدس بعد از آدم به کدام یک از فرزندان آدم منتقل میشه. و همانطور که میدانید بعد از نوح به سام وصیت شد و بعد از ابراهیم به اسحاق و موسی به یوشع ابن نون و عیسی به شمعون پتروس و آقا رسول الله به 12 امام و 12 مهدی بعد از خودش وصیت میکنه. پس یکی از راه‌های شناخت روح مقدس در بین این 8 میلیارد انسان وصیت است. دوم، هر پیامبری که می آمد و به او وصیت می شد علمش از بقیه مردم زمان بالاتر بود. پس دومین گزینه علم هست. پس صاحب وصیت با علم به نزد مردم میاد. و سومین گزینه هر پیامبری که می آمد به حاکمیت خدا دعوت می کرد و نفی می کرد حاکمیت مردم را. نفی می کرد حاکمیت فرعون، حاکمیت نمرود، حاکمیت فلان ظالم را. پس گزینه سوم پرچم حاکمیت خداست. و جالب است که بدانید این قانون در کلام اهل بیت علیه السلام به صراحت تصریح شده و موج میزنه. و اهل بیت علیه السلام در روایات متعددی راه شناخت حجت خدا رو در آخر الزمان و یا تشخیص مدعی حقیقی را از میان مدعیان کذاب، وصیت رسول الله، علم رسول الله و پرچم رسول الله معرفی کردن. پس ما در آخر الزمان راهی رو داریم که میتونیم قائم رو، میتونیم مدعی حقیقی رو از میان مدعیان کذاب شناسایی کنیم و ما اسم این قانون رو قانون معرفت حجت گذاشتیم. متاسفانه آخوندها هیچگاه به این قانون نپرداختن و آن رو در اختیار مردم قرار ندادن و اگر این کار رو انجام میدادن مردم هیچگاه به سمت اونها نمیرفتن و دنبال امام خودشون میگشتن و اون رو پیدا میکردن. پس عزیزان، ابا صادق علیه السلام با همین قانون به نزد ما آمد. ادعا کرد که عبدالله در وصیت است، در حالی که تا کنونی هیچ کس در این 1400 سال گذشته به وصیت رسول الله با نام عبدالله احتجاج نکرد. پرچم البیعة لله رو بلند کرد، در حالی که در این 1400 سال گذشته هیچ کس پرچم البیعة لله رو با رنگ سیاه بلند نکرد جز ابا صادق. و با علم میان ما اومد، علم به ارواح، علم به رجعتها و بازگشتها. و شما اگر میخواید علم ایشون رو ببینید به کتاب هدف حکیم مراجعه کنید تا حقانیت ایشون برای شما به اثبات برسه. پس عزیزان، این قانونی است که خداوند متعال برای تشخیص مدعی حقیقی قرار داده و برای تشخیص آن روح مقدسی که در بین 8 میلیارد انسان قرار داده و این قانون بسیار ساده و در عین حال بسیار کاربردی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.